سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون توپ باشه. امروز اومدیم میخوایم یوتیوب بگیریم با میثم. تولد یکی از دوستامونه. سلام دوستان. الان میثم بود با دیتیل کامل توضیح میدم، ولی من همینقدر توضیح میدم میخوام سورپرایز بشه. حسین رو میثم دیدیم. اینم بگم. نگی تولد کیه کجا میخوایم بریم؟ تولد اقباله. تولد اقباله. خدا تولد اقباله. میخوایم بریم تولد اقبال. میخوام براتون یوتیوب بگیریم با مانیا و حسین، خواهرم و برادرم. خواهرم و برادرم. حسین میثم. بریم. خدافظ. خدافظ. بده هم بتون. همین. آقا ما بعد اینکه اسنپ سوار شدیم رسیدیم دم در خونهشون که من یه گربه دیدم که حواسش به من نیست، میخواستم بترسونمش. بله ما را اصلا به کتف راستش هم حساب نکرد، زایمون کردش. بریم سوار آسانسور شیم بریم بالا خونهشون. نه زدی؟ در زدی؟ سیگاری رو که زده در خوب میکنه. سلام تولد دوباره. همون که خالی شد داری میگیری؟ آره دیگه زودتر بگیرم بگم بچه ها دارن میچینن روی زمین، جمعیت زیاده دور میز جا نمیشه. آره چقدر ناز داری؟ بیا ما برو لیزر. هنوز همون آدم بیمزه قبلی هستی؟ بیمزگری مسخره بازی. شما بچه اینکه منو مسخره کنی مواظب باش کلاه تو رو آقا بادوار نداره ببره. همه دارن میگن آقا بالا. واکینگی نه سکوت کن. وایسا سومی بگیر. بشین لهستان استوری کنی بیشین بابا چی کنی؟ یه بار دیگه بعدی داماد میشه با شاد زمانی که اون قشنگی ندیدار میشه
انا مش لاقي تليفوني يا جماعه، بيرن النجمه تجيبوني يا جماعه، سلاح في النينجا طلبوني يا جماعه، انا شكلي خربت فوقوني. ولاعه، حد يجيب الولاعه.
چندش این بچه نواداشه آقا بذار قلبش بزنه بذار قلبش بزنه رنگ پوستشه معلوم نمیشه بابا نکن مرا ببو سما مرا ببو برای آخرین بار تو را خدا نگهدار که میروم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته جدی من همین فکرش رو سکون میخورم جدی اصلا استایل دوز بود من جدی احساس کنم مثل ما اینجوری کرده بود خوش قرمز شده بود حالشا به اون میخند بابا دارین کیف میکنی آخه داشت میخون داشت از روی نوشته میخون دستی باش رو موبایل بی فرحت تربیت رکورد داره میگذاری
دستتون درد نکنه. نوش جان آقا میسم. سس جوجه رو خودت درست کردی؟ آره خیلی بوی خوبی میده. ساخت خودمه. جفتش هم درست کرد. بله اون تند تندوریه این معمولیه. همونجا در بعد ترمینال رشت. راست میگی؟ آره. این هم چیزه؟ این هم ترشیه؟ نه پیاز قرمز دید سیل خون به دامنت سرخانه کرد آفتاب عمرت فرون رفت و ماهم از افق چرا سر بلنده کرد به روی مرجانا پرده برگشا بر آسمان مهران منفعل نما ز ماه رویت سوگند که دل ز مهرت پابند به طره جان بنگر بیا نگارا جمال خود بنمای زرنگ و روی خجل رو در طرف شمن دید بنشست چومن دل خون بغز غمن یاری غنچه دهن گل درخشنده چهره تابنده غنچه در خنده گوهر زمان هر که گوینده باشد یابنده دل دورد زنده هنر زمان از دست محرویان چهره گر سازی ز ششتر مهرت شهره نندازی همچون صابه دست خود سازی همچون صابه دست خود سازی مرسی. ای بری کلا آفرین. یازده شبه داره ماشینشو میشوره. آها این همون ماشین هست که گربه نشسته بود روش. گربه فکر کنم کاری کرده داره بنده خدا ماشینشو میشوره. خیلی عجیبه داره ماشینشو میشوره 11 شب.
خیلی محله عجیبه، خیلی عجیبه. ماشینشو داره میشوره. برمیگردن. محمد سومینا خانم جانم دستتون درد نوش نکنه. جونتون عزیزان. سونی دست درد نکنه، خیلی خوش گذشت. اقبال بازم تولدت مبارک، خیلی خوش گذشت ایشالله. سر کار نبودی قربونه. خداحافظ. همه داری فیلم میگیری؟ خداحافظ سارا، خداحافظ. این صحنه رو اسلوموشن کن. باشه. یادت دار شدی بیا. این صحنه رو اسلوموشن رسید اسمت یا نه؟ آره اگه نره خب زنگم نزد خدا. بس سیاستی داشت صحنه رو خیلی خوش گذشت. برسیم به اسنپ. من و مانیا اومدیم خونه حسینمون اونجا با بچه ها مولو بولو بازی کنه. دم اقبال خانومش گرم، واقعا خیلی خوش گذشت. میدونید که تولد یک بهانه بود، فقط دوست داشت که رفیقای قدیمی رو دور هم با خانوماشون جمع کنه، بگیم بخندیم، خاطرات قدیم برامون زنده بشه. خیلی خوش گذشت. امیدوارم که شما از این ویدیو خوشتون بیاد. سیاستتون رو درد نمیارم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. سلام دوستان عزیزم. یه پیام بازرگانی داشتیم همین الان. یه بار دیگه. سلام دوستان، چطورید؟ یه درد نخون منو. سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ با نخور وسط دیگه. از اول بریم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. چطورید؟ نخند دیگه. همه اینا رو بذاریم. بگو. سلام دوستان. ما اومدیم.